از ابو هریره رضی الله عنه روایت است که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند: همه امتم به جنت داخل می شود مگر کسی نخواسته باشد. گفتم: یا رسول الله، کیست که نخواسته باشد؟ فرمودند: کسی که از من اطاعت نماید به جنت داخل می شود و کسی که از من نافرمانی نماید کسی است که جنت رفتن را نمی خواهد. در روایت دیگر چنین آمده است از جابر ابن عبدالله آمده است که گفت: فرشتگان نزد پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم آمده دیدند که خوابند. بعضی از آنها گفتند که خواب است. عده دیگری از آنها گفتند که چشمش خواب ولی دلش بیدار است. سپس با خود گفتند که برای او مسئله است، آن مسئله را برایشان بیان میکنیم. باز عده گفتند که او خواب است. بعضی دیگر گفتند که چشمش خواب و قلبش بیدار است و آن مسئله را بیان کرده گفتند: مسئله وی مانند کسی است که خانه را بنا نهاده و سفره را در آن گسترده و مردم را دعوت نموده است. کسی که دعوت را پذیرفته باشد به خانه داخل می گردد و از آن دسترخوان طعام می خورد و کسی که دعوت را نپذیرفته باشد نه به خانه داخل می گردد و نه از آن دسترخوان چیزی می خورد. با خود گفتند باید تعویل این مسئله را برای او بگوییم تا مقصود را بفهمد. باز هم بعضی از آنها گفتند که او خواب و دیگران گفتند که چشمش خواب و دلش بیدار است. گفتند خانه عبارت از جنت است و مهماندار محمد صلی الله علیه و سلم است. کسی که از محمد اطاعت نماید در واقع از خداوند اطاعت نموده است و کسی که از محمد صلی الله علیه و سلم نافرمانی کند در واقع نافرمانی خدا را کرده است و محمد صلی الله علیه و سلم است که بین مردم فرق نموده است، یعنی بین مسلمان و کافر برایش وعده بهشت را داده است و بد را بد گفته و بین نکوکار و بدکار از بین خوب و بد فرق گذاشته است، به طوری که خوب را خوب گفته و برایش وعده بهشت را داده است و بد را بد گفته و برایش وعده دوزخ را کرده است.